بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى: وقوله، أي وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنكم درس خود را از كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد از آن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى آغاز میکنیم. شرح از آن شيخ علامه صالح بن فوزان حفظه الله تعالى است. ما در درسی گذشته گفتی شیخ را گذاشتیم چخیلی که در متن فرمود کتاب التوحید، و همچنین از قول الله حق سبحانه و تعالی در سوره زاریات آیتی 56 را نیز خواندیم: و قول الله تعالی: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امروز دوامی همین موضوع یکم این کتاب التوحید و قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یعنی و باب در بیانی قول الله تعالی آنجا که می فرماید: و هر آینه ما فرستانیدیم در هر امت رسول را. در هر یک امت چی که فرستانیدیم؟ رسول فرستانیدیم که الله را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب ورزید، دور شوید. وقال الشارح حفظه الله تعالى: بعثنا أي أرسلنا. معنى بعثنا أرسلنا مشبه. بعثت بعثنا، أرسلت أرسلنا. در اینجا گرچنده که صیغه فعل ارسلنا و یا خود بیم بعثنا این صیغه جمع نیست. این ضمیری چی میگوین؟ ضمیر برای تعظیم است، زیرا شأن الله سبحانه و تعالی بزرگ است. و ما فرستانیدیم فی کل امت، در هر امت. معنای امت كل طائفة و قرن و جیل من الناس. جیل میشه، یعنی در هر طائفه و در هر عصر و در هر نسل از مردم رسول فرستانیدیم. زیرا امت به معنای طائفه میشود، گروه، دسته. امت به معنای قرن هم می شود، یعنی که عصر، در هر یک عصر و زمان. جیل گفته جمعش اجیال می شود. اینا به زبان روسی پکلین می گوین، یعنی نسل. اکو کدام نسل من بیان می کند، یعنی در هر نسل مردم.
خلاصه الله سبحانه و تعالی میفرماید که واقعا یا که هر آینه به تحقیق ما فرستانیدیم در هر امت، یعنی در هر طایفه و در هر عصر و زمان و در هر یک نسل از مردم رسول فرستانیدیم. مفهوم؟ میفرماید که رسولا الرسول من اوحی الیه بشرع و امر بتبلیغه. معنای رسول چی بوده است؟ کسی را میگویند که یعنی فرستاده شده، کسی را میگویند که به او شریعت را همچون وحی داده شده است، یعنی از جانب الله سبحانه و تعالی یک شریعت، یک قانون را به او وحی داده شده است و مأمور شده است که وی را تبلیغ کند. و امیر همون کس با چی شده است؟ او را امر کرده شده است، الله او را امرش کرده است به تبلیغی همون شریعت. یعنی به معنای تبلیغ چه؟ به دیگران رسانیدن، دیگران را دعوت کردن، هر چی که به او شریعت را از جانب الله وحی کرده شده است. این است معنای رسول. خب واقعا ما فرستانیدیم در هر امت رسول را. خب اکنون چی می گفتن ویها و یا از چی آغاز میکردن دعوتی خود را؟ این ان چی کار میکند؟ تفسیر میکند. این ان چی میگویند؟ تفسیر میگویند کی الله را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب ورزید. اعبد الله عبدا یعبدو، امرش اعبد می شود. این همزه که در سری فعل امر می بینید این همزه وصلیه می گوید. همزه وصلیه در سری فعل امر یا با کسره می شود و یا با ضمه می شود. اگر پرسند که برای چی در اینجا اعبدو با ضم آمد، میگید که اختصارا یعبدو یعبدان یعبدون، تعبدو تعبدان یعبدن، تعبدو تعبدان تعبدون، تعبدین تعبدان تعبدن، اعبدو نعبدو. خب این مضارعش با چی است؟ یعنی همون خودی همزه یکم حرف است و عین دویم حرف است، با سیم حرف است. همون با عین باب میگویند. یعبدو عین باب چی دارد؟ ضمه دارد. برای همون همزه چی میگیرد؟ ضمه میگیرد. اعبد الله، الله را عبادت کنید، یعنی افردوه بالعباده، وی را در عبادت یکتا اعتقاد کنید، یکتا دانید، یکتا شمارید. واقعا ما فرستانیدیم در هر امت رسول را که الله را عبادت کنید و اجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت اجتناب ورزید. و اجتنبوا ای اترکو، طاغوت را ترک کنید، پرتایید. و فارقو از او جدا شوید، خودتون از وی چیکار کنید؟ جدا گیرید. اکنون طاغوت کیست و یا چیست؟ طاغوت گفته چی را میگویند؟ الطاغوت مشتق من الطغیان، طاغوت را از طغیان ساخته شده است. یعنی این کلمه طاغوت را از چی گرفته شده است؟ مشتق گفته اینه که ساخته نمیگویند. اشتق یشتق مشتق، گرفته شده است از طغیان. خب طغیان چیست؟ و هو مجاوزت الحد، و معنای طغیان چی بوده است؟ از حد گذشتن، از حد گذشتن. فهمیدی؟ بنابراین میفرماید که فکل ما عبد من دون الله، پس هر آن چیزی که وی را غیر از الله دیگرها عبادت کنند، هر چیزی که نباشد، اگر وی مردم عبادت کنند و هو راض بالعبادتی، وی خودش راضی باشد به عبادت کردن این مردم، فهو طاغوت، وی طاغوت است. مثلا
مثلا یک کسا اگر مردم عبادت کنن این طاغوت میشه. برای چی؟ برای خاطر آن که کدام وقت طاغوت میشه؟ برای همون وقت طاغوت میشود که وی میداند که مردم وی عبادت کرده شدن با خودش چه؟ راضی می باشد به عبادت کردن مردم. انا همون حین وی چی میشد؟ طاغوت میشد. برای چی شیخ ذکر میکند یا قید میکند که و هو راضٍ، وی خودش راضی است، انا همون وقت طاغوت میشود. زیرا اینکه عیسی را هم عبادت میکنن که نصرانی ها عیسی را چی کار میکنن؟ عبادتش میکنن. بعد عیسی را یعنی طاغوت گفتن میشود یا نه؟ نمیشود. برای چی؟ برای خاطر آنکه وی خودش راضی نیست به عبادت کردن مردم وی را. فهمیدی؟ برای همه این چیزی خوب است، این قید کردن ضرور است. فهمیدی؟ اما چه؟ این بود معنای مفردات این کلمه های گویم آیات. اکنون شیخ می فرماید که المعنى الاجمالی للآیه، معنای خلاصوی آیت، یعنی خلاصی این آیت از چه عبارت می باشد؟ ان الله سبحانه یخبر، یعنی از اخبار ماضی می شود و یخبر مضارع می شود بابی یکمی الثلاثی المزید. ان الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا. الله سبحانه خبر می‌دهد که وی فرستانیده است در هر طائفه و در هر عصر از مردم رسول فرستانیده است. يدعوهم الى عبادة الله وحده، همان رسول وی مردم را دعوت میکند، فرا میخواند به عبادت الله یکتا و ترک عبادت ما سوا، و به دعوت کردن ترکی و آنها را دعوت میکند به ترک عبادت آن چیزی که سواه غیر از الله است. دعوت از دو چیز عبارت، یعنی به عبادت الله یکتا و به ترک عبادت غیر الله یکتا. فلم یزل یرسل الرسل الى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح الى ان ختمهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. و همیشه الله سبحانه و تعالی رسولها را انا همین طور فرستانیدن گرفت به سوی مردم، بذلك، به همین اسلوب. با کدام اسلوب؟ با اسلوبی آن که یدعوهم الى عبادت الله وحده، ایشان به عبادت یکتا دعوت میکنند و ترک عبادت ما سوا، و به ترک گویم عبادت غیر او، به همین بذلك همین اشاره میکنند. و لم یزل، همیشه رسولها را فرستانیدن گرفت الله سبحانه و تعالی به سوی مردم، بذلك، به همین موضوع دعوت. از کدام وقت رسول فرستانیدن سر کرد الله سبحانه و تعالی به سوی مردم؟ منذ حدث الشرک، از زمانی که، از دوری که شرک پیدا شد. فهمیدی؟ حدث پیدا شد. منذ، از دوری که، از همون دوری که پیدا شد شرک در بنی آدم، در درون فرزندان آدم. از کدام وقت سر شد؟ از کدام پیغمبر تا کدام پیغمبر؟ در زمان نوح علیه السلام تا خاتمه دادن اونها را به محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی تا آخری پیغمبران محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی اولین رسول در بنی آدم از زمانی که شرک پیدا شد اگر نوح علیه السلام باشد، خاتمه دهنده اون رسول ها کی می باشد؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این ختمهم هم به همون الرسول آمده شده است.
الله سبحانه و تعالی همون رسول ها را خاتمه داد به محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی تمامشون کرد، آخرون رسول فرستانید. مناسبت الآیت للباب، میپرسن که این آیت به این باب چی مناسبت دارد؟ یعنی باب در بیان کتاب توحید بود باید داشته باشید. حالا ما از همون باب علی شیخ انتقال نکرد، به دیگر باب گذشتگی نیست. خب مناسبت الآیت للباب، این آیه کریمه ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، این آیت به این باب چی مناسبت دارد؟ میگید که مناسبت این آیت نسبت به این باب یعنی به توحید آن مناسبت دارد که ان الدعوة الى التوحید والنهی عن الشرك هي مهمة جميع الرسل و اتباعهم، یعنی دعوت به توحید کردن و از شرک منع کردن این وظیفه همه رسول هاست و وظیفه همه پیروان همون رسولان است. بنابراین ما و شما که پیرو از رسول ها می باشیم در دعوت، باید که ما نیز یکمین دعوتی که میکنیم باید که به سوی توحید باشد و چه منع کردن باشد از شرک، خیلی که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میفرماید در رساله الاصول الثلاثه: اعظم ما امر الله به التوحید و اعظم ما نهى عنه الشرك. گفت نه ما یستفاد من الآیه، اکنون اون فایده های را که از آیت گرفته می شود. یکم ان الحکمة من ارسال الرسل هي الدعوة الى التوحید و النهی عن الشرك. اکنون فایده فرستانیدن رسول ها را میگوید، یعنی اگر پرسن که حکمت چیست از فرستانیدن رسول ها، باید که شما این یکم فایده را ذکر کنید. ان الحکمة من ارسال الرسل هي الدعوة الى التوحید و النهی عن الشرك، یعنی حکمت از فرستانیدن رسول ها این چی بوده است؟ دعوت به توحید کردن است و از شرک بازداشتن است. دویم فایده از این آیت گرفته می شود ان دین الانبیاء واحد، دین پیغمبرها یک تاست و هو اخلاص العبادة لله و ترک الشرک و این اختلفت شرائعهم، یعنی دین پیغمبرها یک تاست و این دین از چی عبارت بوده است؟ و هو، این دین اخلاص کردن عبادت است برای الله، یعنی که عبادت را خالص برای الله عبادت کردن است، انجام دادن است و ترک کردن شرک است. و اگر چندی که شریعت و قانونهای اونها اختلافت گوناگون است، مثال گیریم ممکن گرچنده که میگود نمازخانه های وی امت و این امت دیگر باشد و زکات دادنشون گرچنده دیگر باشد و دیگر بعضی احکام است که چه شریعت قانون ها است دیگر باشد هم که لیکن اصلی دینی پیغمبرها یک تاست. فهمیده؟ یعنی اصلی دینی پیغمبرها یک تاست، این اخلاص کردن عبادت است برای الله و ترک شرک است. فهمیده؟ خب سیم فایده که از این آیه کریمه گرفته می شود ان الرسالة عمت كل الامم و قامت الحجة على كل العباد. انمین رسالت پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم تمام امت را چی عمومی می باشد. یعنی پیغمبری اگر چنده که هر یک طایفه خاص به خودش پیش رسول داشتگی باشد، اما رسالتی یا که گویم نامه‌ای که پیغمبری ما از الله سبحانه و تعالی آورده است، این خاص برای عرب ها گویم یا که خاص برای یک قبیله نیست، بلکه عمت کل الامم،
این رسالت پیغمبری آخر زمان عمومی می باشد برای هر امت، خواه عرب باشد و خواه عجم باشد، از کدام قبیله که نباشد. فهمیدی؟ و قامت الحجة على كل العباد، و حجت، همین آیت خودش دلیل شده است، حجت شده ایستاده است با مقابل هر بنده. تمامی بندگان دیگر نمیتوانند گفتند که برای ما دیگر پیغمبر در کار است، برای ما یعنی که ما پیروی از دیگر پیغمبر میشیم، گفتن حق ندارد. زیرا که الله سبحانه و تعالی در هر یک دور و در هر یک نسل و در هر یک زمان چیکار کرد؟ در هر یک طایفه پیغمبر فرستانیدن گرفت تا آن دمی که چه آنها را خاتمه داد با محمد صلی الله علیه و آله و سلم. معلوم میشد است که آخرون پیغمبر که محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، به همین حجت قائم شد به مقابل هر بندگان. یگان بنده حق ندارد که سرپیچی کند، گردن شخی کند، گپگردانی کند که من پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم نمی کنم گفته. فهمیدیم؟ همین آیت خودش دلیل شده است. نه. چهارم فایده، عظم شأن التوحید، بزرگ بودن شأن توحید. این آیت یکی از فایدهش از چی عبارت بود است؟ بزرگ بودن شأن قدر توحید و انه واجب علی جمیع الامم. این توحید واجب بود است بالای همه امت، یعنی توحید دونستن، طبق توحید عمل کردن، دیگرها را دعوت کردن، این واجب است بالای همه امت. پنجم آخرین فایده که از این آیه کریمه گرفته می شود، فی الآیه ما فی لا اله الا الله من النفی والاثبات، یعنی در آیت می بینیم آن چیزی را که در لا اله الا الله است. اگر میگن نقض اهمیت دید، در درون همین آیت آن چیزی است که همون چیز فی لا اله الا الله هم است. فهمیدی؟ چخیلی که در درون لا اله الا الله من بیان میکنم، مثلا در درون لا اله الا الله چی هسته که در درون این آیت هم هسته. من بیان میکنه که من النفی والاثبات، هم نفی دارد لا اله الا الله، هم اثبات دارد. اول میگه که لا اله، همین نفی شد، نیست یگان معبودی بر حقه. بعد الا الله رو بینید، الا الله این چی شد؟ اثبات شد. فهمیدید؟ اگر آیت نگاه کنی، آیت اندم نه و ها هسته. نگاه کنی. ولقد بعثنا في كل امه رسولا، تمام شبیه ان اعبدوا الله، الله را عبادت کنید، این ها شده است. واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت یک طرفه شوید، یعنی طاغوت عبادت نکنید. ان همینم هم چی دارد؟ هم نفی هم اثبات دارد. فهمیدید؟ همین گفته است. فدلت على انه لا يستقيم التوحيد الا بهما جميعا. این آیت دلالت میکند که توحید درست نمی شود به هر دوی این. توحید درست نمی شود به هر دوی این. فهمیدید؟ و ان النفی المحض ليس بتوحید، یعنی صرف انکار کردن این توحید نیست. فقط کسی گفت که یگان معبودی بر حق نیست، توحید شد؟ نه، این توحید نمی شود. والاثبات المحض ليس بتوحید، یعنی اثبات محض این توحید نیست. یعنی که مثلا کسی که به دیگه معنا گویم، اگر کسی که مثال گیریم اعبد الله این قبول کند و اجتنبوا الطاغوت قبول نکند، این توحید است؟ نه، برای خاطر آنکه اثباتی محض کرد، یعنی که اثباتی صرف تازه اثبات کرد اما نفی را ذکر نکرد و اجتنبوا الطاغوت نگفت. همچنین ان النفی المحض ليس بتوحید، انکاری صرف یعنی فقط انکار کردن هم توحید نیست. خیلی که یک کس مثلا گفت که واجتنبوا الطاغوت بود، از طاغوت دور شوید بود، لیکن اعبدوا الله را قبول نکند، این توحید میشه؟ نه،
برای من شیخ میفرماید که فدلت على انه لا يستقيم التوحید الا بهما جميعا. این آیه کریمه دلالت میکند که توحید درست نمی شود، توحید کس راست نمی شود مگر به همین هر دوی این جمیعا هر دوش باید باشد، هم نفی باشد و هم اثبات باشد. چخیلی که لا اله الا الله میگیم که در درون این هم نفی است و هم اثبات است. به همین یعنی درس دو را از کتاب الملخص فی شرح کتاب التوحید تحت آیت ولقد بعثنا فی كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت به پایان رسید. این بود از سوره نحل آیت 36. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.